سلام و وقت بخیر. منابع میگویند طالبان و امریکا به یک آتش بس موقت موافق شدند که بر اساس آن این گروه تا 3 ماه دیگر بر مراکز و ولایات حملات انجام نخواهند داد و همچنان برای سقوط ولسوالی ها نیز تلاش نخواهد کرد. قرار است انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در هفته آینده در مقر سازمان ناتو با متحدان امریکا درباره افغانستان گفتگو کند. مقامات آمریکایی گفتند که ایالات متحده با متحدان ناتوی خود یکجا به افغانستان عسکر فرستاده و با آنها یکجا نیروهای خود را بیرون می‌کند. وزارت دفاع ملی میگوید تحقیقاتشان نشان داده که هلیکوپتر نیروهای اردوی ملی توسط علیپور نشانه گرفته شده و عاملان این رخداد به زودی مجازات خواهند شد. حیات الله حیات به عنوان سرپرست وزارت امور داخله و سر جنرال محمد ایوب سالنگی به عنوان معاون اول این وزارت رسما به کار آغاز کردند، اما دکتر عبدالله گفته است برطرفی مسعود اندرابی را قبول ندارد. و وزارت زراعت، آبیاری و مالداری میگوید قرارداد پروسس صادرات کشمش سبز به ارزش 24 میلیون افغانی میان پروژه باغداری این وزارت و شرکت خدماتی زراعتی انار به امضا رسید.